شبنم فرهنا صدا خواهر میشه و اپام همیشه نفهمیدم. خواهرم پیماندانن همه سر و پا عزیزم تو مهری به مهری. همسایه همون گفتن که اکای نایم جان شما رو دستگیری نمیکنه، نکه من با امید آمدم پیش شما اکا جان. پدر ما هم نمیتونه همه را دستگیری کنه، یخدش تو قای چیکار کنه باید؟ لحظه های به تو بودن زندگانی زندگی نیست، تو برای من عزیزی. یک خیلیش مراجعت میکند آواز نداره مرا دستگیری که میگه من نمیتونم. سلام علیکم مخلصای مهربان برادرای عزیز، فکر میکنم که سلامت و سربلندین. باری ما این شیردیل جانای میشناسینش، خیلی شید کار کیسای سرودای نو چترولت که ای دختره که میبینین فکر میکنم پاتبیسچگاه ما یکم بار میبیننش. نامش شبنم جانای. برادرای عزیز پیش های برنامه را شروع کردن درباره شبنم گپ زدن. یک سرود میخونه بعد فکراتونه بنویسین، کامنتار کنین، بعدا صحبت دوام میدیم. پیماندانن همه سر و پا عزیزم تو مهری به مهری. هر جا که نامی تو تک تک دلم تبد سهری به مهری. ز عشق تشیدم به فرح زده به دلم تیری نگاه. مرهمی تنهای در شب سیاه، لبت با لبم غرق گناه. توی مجنون و منم لیلا، مرهمی تنهای در شب سیاه. دوستای عزیزی ما آوازش شما بها بتین. آوازی خوب داره، آوازی بزیب داره، کامنتار کنین. این خواهره که دبری ما میبینین با دستگیری ما و شما نیاز داره. اگر آوازش خوب باشه همه کسا دستگیریش میکنیم. درباره اختونه معلومات بدین. ای کدام ناحیه تاجیکستانین؟ من از ناحیه یاوان شبنم نرزوی و در عائله صنعتکار به دنیا آمدم. از خورده همین ذوق در دلم بود و میخواهم که یک سراینده شناخته شوم. آزی نمیشناسنه؟ نه آزی هیچ که نمیشناسه. انشالله که مخلصای ما بسیار مخلصای خوبان دستگیرید میکنن. اگه فکر شخصی ما خطی برادر عزیز آوازش خوبه، آوازش خوبه. باید با کم ترپس میگیم شه اگه سرود دیگه میخونم. اگر امکانیت باشه دوستای عزیز ما همه کسا دستگیریش میکنیم. یک سرود دیگه میخونه آزی بعدا با صحبت دوام میتیم. تو را بر دیگر دادم، تو را که جان من بودی، تو را یکی در این دنیا سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی. تو را بر دیگر دادم، تو را که جان من بودی، تو را یکی در این دنیا سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی. دوستای عزیز ما شما بها بتین خبره که ما یک فکر داریم. اگر شما راضی باشین برادر عزیز ما مخلصای مهربانی ما، اولی که ما یوتیوب شدیم اگر شما نمیشدین ما یک پیشروی نمیکردیم. اگر شما شیردیل جانا یا دیگر شاگردای ما را دستگیری نمیکردین ما با این روزا را نمیرسیم. اول پروردگار خودش دیم شما نه مخلصا بدین که ما با این روزا رسیدیم و اینقدر پادپیس چی کو اینقدر مخلص داریم. هزاران با شکر خدا همتون در رحمت کلان. دوستای عزیزی من همین خواهره که ما دستگیری کردنیم با یاردم شما ما یک فکر دارم. میخوام که خطی شیردیل جان یک جای سرود بخونن. از یک تا گیتار یک جای سرود میخونن. اگر که آوازشون موافق آمد انشالله که در آینده کلیپ های شیردیل جان خطی خواهرک شما انتظار باشین و
тамошо кунен, истироҳат кунен. Як суруд мехонанд. لحظه‌های با تو بودن لحظه‌های جاودانیست لحظه‌های بی تو بودن زندگانی زندگی نیست تو برای من عزیزی تو برای من مقدس دارم تو را ندارم دل من از این همین تو برای من عزیزی تو برای من مقدس دارم تو را ندارم دل من از این همین پس. دوستای عزیزی من شما بها بتین که اوازاشو موافق هستن یک جای اگر دویت کنن خوب میبره یا نمیبره انتظاریم دستگیری شما را کامنتاری شما را. شبنم خانگی روزی هستن؟ البته بروزگی خانگی ها با دعای مادر. پدر کجا؟ پدرم گذشتگی. پدرتون گذشتگی. مادر صنعتکار بود پدر؟ پدرم پدرتون امکیام. امکیتون صنعتکارن. خلاص دیگه دوستای عزیزم در اویله صنعتکار خودشون پیشتر گفتن که بعد این آمدگیه حرکت میکنیم انشالله در برنامه‌های آینده با شما میبینین تماشا میکنین دربارش. اگر که آوازش نقض باشه کامنت‌های شما را حتما من انتظارم. دستگیری شما پیشرفتی ما. خداوند نگهبان همه شما.